اینکه واقعا من دوست دارم فیلترینگ رو آقای پزشکیان بردارن. یک خرق عادتی میشه به نظر من که این نتیجهش رو مردم ببینن. ما یه زمانی سر یه سری مسائل هر چی میگفتم مثلا این کار بشه گوش نمی‌کردم، بعد شد نتیجهش دیدن. به نظر من تو بحث فضای مجازی هم باید یک بار مردم بچشن. کسی طرف فیلترینگ صحبت کنه زیاد وضعیت کشور رو شفاف و دقیق نمی‌بینه. ما تو یه فضای جنگی هستیم. هر لحظه بالاخره ممکنه زد و خوردی بین ایران و اسرائیل قرار بگیره. ما الان اگر فیلتر کنیم برمیگردیم به قبل 1401 دیگه. چه اتفاقی در کشور داشت میافتاد که الان مثلا الان بخواد بیفته؟ ما وسط یک جنگ رسانه‌ای جهانی علیه جمهوری اسلامی هستیم. با رفع فیلترینگ دوباره مردم و افکارمون رو هول میدیم دست طیف مقابلمون و به راحتی ما رو بازیچه خودشون قرار میدن. کما اینکه ما 401 دیدیم توی فضای مجازی ترند یه چیز دیگه بود، تو کف خیابون و تو وضعیت جامعه یه چیز دیگه بود و این رو دلسوزانه با پزشکان میگم که رفع فیلتر نکنن. باید سامان پیدا کنه این وضعیت‌ها. ولی این چیزی که تو ذهن دوستانه که مثلا اینستا و واتساپ و اینا رو رفع فیلتر کنیم الان یه سرمایه اجتماعی برمیگرده، مشارکت در انتخابات زیاد میشه، یه دیدگاه فیکه. یعنی به سرعت این و قضیه برمیگرده و ما دوباره شاهد اختلال در وضعیت کشور خواهیم بود و این به نظر باعث میشه حالا چون ما طیف مقابل دولت‌های پزشکیان هستیم، خب دولت‌های پزشکیان زودتر تموم میشه. این پیش بینی منه. یعنی اگر این رفع فیلتر انجام بشه حس می‌کنم آقای پزشکیان دولتش زیاد عمر نکنه، چون وضعیت هم وضعیت نامناسبی از لحاظ اینکه حالا دولت عمل کرده دولت. بحث اینه که اصلا سلام رفع فیلتر بشه. همه اوغلای دنیا اصلا کاری به اینکه رهبری این مملکت مطالبه چند ساله داشته اینا اصلا نداریم. یا همه دنیا دنبال حکمرانی در فضای مجازیشون هستن. یه دروغ بزرگی که طیف آقای بیدی و بقیه دوستانشون میگن دسترسی آزاد به اطلاعات باید باشه. نمیدونم اینا کجای دنیا دسترسی آزاد به اطلاعات هست؟ ما یه پرس تیوی و این چه العالممون رو نمیتونیم اونجا به قول معروف تو فضای بین‌المللی مطرح کنیم. یه دونه سایت خامنه‌ای داتایا رو نمیدونم فارس نیوز ما تو بعضی از این کشورهایی که دوستان خیلی اونجا رو تبلیغ میکنن فیلتره. بعد حرف از دسترسی آزاد اطلاعات در ایران اصلا به نظر میذاره فریب افکار عمومیه. ما میگیم آقا باشه رفع فیلتر میکنیم. خیلی عالی. شما این حکمرانی رو در فضایی که رفع فیلتر کردید چجوری می‌خواید اجرا کنید؟ آیا می‌خوایم دوباره برگردیم به شرایطی که دوستان میگن آقا مثلا ما الان سخنگوی دولت هم فرمودن که بله ما آقای پزشکیان هم در مناظره فرمودن که بله ما می‌خوایم فیلترینگ رو برداریم که دسترسی بچه‌ها به فیلتر شکن و نمیدونم اینا مثلا استفادهشون کم بشه. ببخشید قبل 401 که دسترسی بچه‌ها به فیلتر شکن زیر 30 ثانیه بود. گوگل پلی یه وی پی ان سرچ می‌کرد تمام.